الله متعال در سوره مبارکه اعراف آیه 96 میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آمنو، ایمان بیارن، واتقوا و توبه بکنن از کفر و شرک. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا و توبه بکنن. ایمان و تقوا، ایمان و توبه، از کفر و از شرک و از بدعات و از خرافات و از حرام توبه میکنی، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، دروازه های خیر برکت و آسمان و زمین برای دو گشوده میشه، باز میشد. پشت نان در زمین نگردیم، نان در آسمان است. و فی السماء رزقکم. در بحث ایمان با نتایجی که سر ایمان مرتب میشد، داستان اون چوپان عربی که کوچی بی سواد، کسی برش گفت که یک قیمتی شده، یک دانه نان 1 درهم شده. فکر کو که حال در کابل ما و شما 1 دانه نان 100 افغانی شود. ایمان است کنین. ایمان چی میکنه در وجود انسان وقتی که هضم شود در وجودت، قلب در قلب موقف خود پیدا بکنه. او چوپان چی گفت در جواب؟ گفت والله لا ابالی، قسم بالله پرواش ندارم یک نان 1000 شود، 1000 درهم هم شود، برام مهم نیست. علی ان اعبده کما امرنی و علیه ان یرزقنی کما وعدنی. سر می است که من الله را عبادت بکنم به مو قسمی که مرا امر کردد، و سر از او است که مرا روزی بده قسمی که وعده کردد. این ایمان میگه. از اینکه در سرمایه بالا دیگه نیست، قسم بالله است که به میلیاردها دلار ارزش بالاست. حسن بصری رحمه الله چقدر جمله زیبا میگه. او کسایی هستند که ایمانای راستین دارد. حالا بحث صحابه را سر جایش میمونیم. این کسایی که در پایینتر از صحابه هستند، حسن بصری رحمه الله میگه اگر اهل دنیا، حکام، ثروتمندا و سرمایه‌دارا و زوردارا بفهمند که ما چه لذتی در دین خود میبریم، به خاطر گرفتن این لذت بر علیه ما اسلحه میکشند. اینو نمیفهمند. کسایی که در پشت دیوالای سیمنتی خود بند کرده نمیفهمند چه لذتی در این مسجد، چه لذتی در ایمان و چه لذتی در درس و چه لذتی در توحید و چه لذتی در شریعت اسلام است. تا کی؟ او کسی که 100 تا بادیگارد داره نمیمیره یک روزی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اون تو ایمان کار داره فقط.